شاید بشه گفت یکی از قوی ترین تیمای تحلیل اخبار دنیا رو خود تریدینگ ویو داره. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تمام خبرگزاری‌های بزرگ توی تریدینگ ویو یه اکانت دارن و میان اخبار رو اونجا پابلیش میکنن، به خاطر اینکه میدونن تریدرها اونجان و میخوان که اخبارشون زودتر برسه. پس اصلا احتیاجی نیست برای ترید کردن با اخبار جاهای دیگه ای بریم. میایم روی تریدینگ ویو و سیمبولی که میخوایم ترید بکنیم رو سرچ میکنیم. مثلا میزنیم BTC USDT. توی این مورد خاص خیلی صرافیش تفاوت نمیکنه. اینتر رو میزنم و یه همچین چیزی برام میاد که یه اوورویو داره که میاد کلیت بازار و اینا رو میگه، تایملاین داره و یه نیوز داره. تو بخش نیوز میاد برام آخرین اخبار رو میاره و ساعتش هم میزنه. 2 ساعت پیش مثلا داو جونز اومده خبر گفته که در مورد ریزش بیت کوین و سیمبل های مرتبط هم میزنه. مثلا خبری که هم به بیت کوین مربوطه، هم به تتر مربوطه، هم به ریپل مربوطه، میبینید که اینجا هست و اینا رو روشون کلیک بکنید میتونید اخبار دقیق تری رو ببینید. خیلی وقت پیش میاد مثلا مخصوصا واسه مم کوین ها مثل دوج کوین که چند وقت پیش این اتفاق افتاد، یه پامپ مثلا 30% میبینی و نمیدونیم چه خبره. کافیه بریم اسم سیمبل رو سرچ بکنیم، از تو بخش نیوز آخرین خبر رو ببینیم و احتمالاً پیداش میکنیم. ارادت.